خداوند میخواهد این کار رو انجام بدهد. خداوند همواره در حال هدایت کردن ماست. انا علینا للهدی. خداوند میفرماید ما بر خودمان مقرر کردیم که هدایت کنیم شما رو. میگه که وقتی که شما به زمین هبوط میکنید، هر کسی که از هدایت من تبعیت کنه نه غمگین خواهد بود نه ترسی بر اون هست. این هدایت همیشه هست. چی میشه که ما هدایت رو دریافت میکنیم؟ موقعی که ما باور داشته باشیم که خداوند داره هدایت میکنه، موقعی که ما توکل کنیم به خداوند. کی ما داریم توکل میکنیم به خداوند؟ موقعی که ما آرامش داریم، موقعی که ما خیالم راحته که اون حواسش به من هست، اون داره منو هدایت میکنه. ببین ما نیاز داریم که این باورها رو ایجاد کنیم. خداوند قادر مطلقه، هر کاری رو میتونه انجام بده. تا به حال همیشه انجام داده برای کل کیهان. خب خداوند همواره داره هدایت میکنه. خداوند منبع رزقه، منبع رشد، منبع سلامتی، منبع ثروت، منبع آرامشه. و وقتی که ما این باورها رو به خودمون گوشزد میکنیم، وقتی که باور میکنیم و وقتی که کی میشه که باور کنیم، اینو میخوام هی تاکید کنم رو شما، موقعی که حالمون خوبه، موقعی که اگر باورمون واقعی باشه، اگر خداوند رو به عنوان منبع رزق، منبع هدایت باور کرده باشیم و باور کرده باشیم که خداوند همواره میخواهد به من نعمتهای بیشتری بده، همواره میخواد منو هدایت کنه، این به ما کمک میکنه که آرامش داشته باشیم. این به ما کمک میکنه که با قلبی مطمئن حرکت کنیم. و وقتی که تو این فرکانس قرار میگیریم که این وظیفه ماست، این وظیفه ماست که بتونیم از این زاویه به جهان و به خداوند نگاه کنیم. وقتی که بتونیم این کار رو انجام بدیم، در مسیر هدایت ها قرار میگیریم.